آیپد رایانه لوحی شکل بسیار مسطح با صفحه نمایش لمسی بزرگیه که دیگه نیازی به ماوس و صفحه کلید نداره و اصطلاحاً به اون تبلت گفته میشه. سبکی و صفحه نمایش لمسی آیپد این امکان رو به همه میده که فقط با لمس کردن از همه عملکردها و برنامه‌های کاربردی اون بتونن استفاده کنن. عرضه آیپد به بازار توسط کمپانی اپل دنیای جدیدی رو برای مخاطبین نشریات و علاقه‌مندان به کتاب، موسیقی، فیلم و بازی باز کرده. در حال حاضر آیپد با قابلیت و عملکرد بسیار جذاب و قدرتمندی که داره برای آموزش و حرفه‌های فنی، مهندسی، پزشکی و در عرصه‌های دیگر مورد استفاده عام و خاص مردم دنیا قرار میگیره. آیپد به طور بسیار گسترده و در سراسر دنیا موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده و هنوز هم تا به این تاریخ یکی از بهترین است. آیپد و آیپد 2 به خصوص از نظر نرم افزاری بسیار شبیه هم هستند، هرچند که بهبودهایی هم رخ داده. از نظر سخت افزاری هم نمیشه گفت که فاصله زیادی از همدیگه دارند. با بهره‌گیری از نمایشگر 9.7 اینچی و رزولوشن 1024 در 768 پیکسل، ابعاد و شکل دستگاه به طور کلی ثابت مونده. در قلب این دستگاه در حال حاضر شاهد یک مهمان تازه وارد به نام پردازنده 2 هسته‌ای A5 هستیم. حافظه بیشتر و یک جفت دوربین جدید رو هم به اون اضافه کنید. یکی در جلو برای مکالمه تصویری و دیگری در پشت دستگاه برای عکاسی و فیلم برداری. مدل جدید پردازشگر A5 به شما این امکان رو میده که با سرعت پردازش بیشتری برنامه‌ها رو باز و مورد استفاده قرار بدید. همچنین با وجود نسخه جدید سیستم عامل iOS بر روی آیپد 2 قابلیت چند منظوره برای استفاده و گذر از برنامه‌ای به برنامه دیگر رو به شما امکان میده. آیپد 2 نسبت به نمونه قبلی خودش 33% باریک‌تره و 15% شفافیت بیشتری پیدا کرده که وقتی که اون رو توی دستاتون میگیرید احساس راحتی و از لمس کردنش حس خوبی پیدا میکنید. در حال حاضر آیپد 2 در 2 نوع وای فای و وای فای 3G ارائه شده که مدل وای فای اون تنها قابلیت اتصال به اینترنت توسط شبکه‌های اینترنت بیسیم داخلی رو داره، اما برخلاف اون در مدل وای فای 3G نه تنها توسط وای فای به اینترنت متصل میشه، بلکه با قابلیت 3G که به اون اضافه شده امکان نصب سیم کارت تلفن همراه برای اون امکان پذیره و میشه با اون در هر جایی از اینترنت استفاده کرد. اونچه که مسلمه آیپد فقط یک وسیله جذاب و نمایشی نیست. در عین زیبایی و خوش ساخت بودن بسیار پرکاربرده با وجود صفحه نمایش بزرگ و کاملا لمسی این امکان رو به هر کاربر میده تا از قابلیت‌های بسیار زیاد اون به هر شکلی که میخوان استفاده کنند. در حال حاضر آیپد در زمینه‌های آموزشی و تحقیقاتی جای بسیار بزرگی رو برای خودش باز کرده. شاید براتون جالب باشه که بدونید بسیاری از معلمین برای آموزش زبان و درس‌های دیگه و ارائه اون به دانش آموزان از آیپد استفاده می‌کنند. اگه شما از علاقه‌مندان به بازی‌های کامپیوتری هستید خوشحال باشید، چون این امکان توسط آیپد به شما داده شده که تجربه متفاوتی از بازی‌های متنوع رو فقط با لمس کردن توسط انگشتاتون و یا حرکت دادن به آیپد خودتون تجربه کنید. نمیدونم شما به موسیقی و فیلم علاقه دارید یا نه. تجربه متفاوت دیگه‌ای که آیپد 2 به شما هدیه میکنه کیفیت صدای بالا و وضوح اون در پخش موسیقی و فیلم توسط برنامه‌های آیپاد و ویدیوز، آن هم در این پدیده شگفت‌انگیز. اما داشتن محدودیت فضای داخلی به 16, 32 و 64 گیگابایت این امکان رو به شما نمیده که حجم و تعداد زیادی از بازی‌های جذاب و یا فیلم و موسیقی مورد علاقه خودتون رو همراه داشته باشید. اگر زمان زیادی ندارید که به کتابخونه برید و کتاب مورد علاقه خودتون رو مطالعه کنین، آیپد توسط آیبوکس این امکان رو به شما میده که کتابخونه پر از کتاب‌هایی که دوست دارید رو همیشه و هر کجا در دستان خودتون داشته باشید. گشت و گذار با جستجوگر سافاری و چک کردن ایمیل ها با برنامه میل امکان ساده تریه برای چک کردن ایمیل های روزانه و گشت و گذار در اینترنت برای شمایی که از آیپد 2 استفاده می کنید. با استفاده از برنامه اسکایپ
و دوربینی که در جلوی آیپد 2 قرار داره به آسونی میتونید با نزدیکان خودتون در هر کجای دنیا تماس تصویری برقرار کنید و لذت با هم بودن را به گونه دیگه مثل گاز زدن به یک سیب خوشمزه تجربه کنید. و یا می توانید از هزاران هزار برنامه کاربردی و قابلیت‌های گوناگونی که آیپد 2 به شما میده به اون شکلی که دوست دارید استفاده کنید. همه خوبیاشو گفتم، اما با اینکه نبود پورت USB و یا پورت‌های رایج دیگه در آیپد 2 یک ضعف بزرگ برای اون محسوب میشه، اما با این حال آیپد پرطرفدارترین تبلت در دنیا است. شاید یکی از دلایل محبوبیت آیپد وجود تنوع بی‌نظیر ده‌ها هزار نرم افزار کاربردی قابل دانلود مخصوص خود آیپد، اونم در فروشگاه اینترنتی اپ استور. آنچه گفته شد بخش کوچکی از عملکردهای این پدیده نوظهور در دنیای تکنولوژی است.